در شهر خوجند مسابقه کشادی مؤسسه دولتی مکتب مهارتش عالی ورزشی ولایت سوخت از روی نمود بسکتبال بین بانوها بخشیده بر روز مادر و 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی 6 دسته ورزشکار بانوها از مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، میانه مخصوص و عالی کسبی ولایت اشتراک و مهارت سنجی کردند. یکی از اشتراکچیان این مسابقه نرگیزه دوستمتووا بود که عین زمان به حیث آموزگار کلان تربیت جسمانی دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان کار و فعالیت دارد. من طولی 15 سال است که با این نمودی ورزش شغل می‌بازم. همه سال در مسابقه‌های شهری، ولایتی و جمهوری اشتراک نموده جایهای نمایان را سزاوار می‌گردیم. من همچون مادر گفته می‌توانم که ورزش برای زنها خیلی فایده کلان دارد و می‌خواهم که با کدام نمودهایی که شوق دارند آمده با ورزش مشغول شوند. وقتی که مادر سالم میباشد در جامعه فرزندی سالم به وای میرسد. در مسابقه ولایتی عاید به بسکتبال بین بانوها دسته دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف سزاوار جای اول گردید. جای دوم را ورزشکار بانوهای دسته مؤسسه دولتی مکتب مهارتش عالی ورزشی ولایت سوخت و جای سوم را تیم دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان صاحب کردند. غالبان و جایزه‌داران با جام، مدال افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی رهبریت مکتب مهارتش عالی ورزشی ولایت سوخت در فضای تنتنوی قدردانی کرده شدند.